سرگسیان ایزه کارو نمیده، حالا سرگردن مهار میکنه، یه لحظه تا دورش به هم میخوره. قدرت بدنی بالایی داره سرگسیان. هادی صاروی دستاورد هادی صاروی در مسابقات جهانی و المپیک. حالا یک لحظه یه دستور میره که خاک کنه به دنبال خاک کردن حریف، یعنی پورتوز خارج کنه اینجا خاک. دو امتیاز چه دستوری کشید دلاورمون. خدا نکنه یه لحظه تا داره ما هم میزنه یک کپکرکی او را توی خارج میکنه که این با هول دادن است. درسته امتیاز نداره. داوی بله داور مثلا تذکر میده یه لحظه کمرگیری کرد اما جمع جور میکنه خودشو تا داره با هم میزنه میره که خاک کنه که پاهاش از توش خارج میشه و شانه‌اش زد زیر پا و با اون حالت بیرون کرد. این چیزی که در تصویر ما میبینیم به اعتقاد من کارش خطا بود به اعتقاد من. حالا نظر دیگه آقای لمنتو کویکه ژاپن و آقای کیسی امریکا امتیاز داده نمیشه به خاطر اینکه از پا استفاده کردی. امتیازی که برای کاشتیگیر اختار برای من دابی مورد موافقت قرار میگیره بعد در خاک بشینه. یک امتیاز دیگه به ما میدن که انشالله 3-0 میشه. 3-0 بزن دنبال اجرا فن باننده آزار رو دستار کاملا رد کنه و فیکس کنه و به دنبال بارانداز حالا مال خود میکنه میتونه بارانداز به اجرا بذاره. یه لحظه میشه رو سینه‌اش به دنبال بارانداز سینه یه لحظه تا داره به هم میزنه اما نمیتونه بارانداز به اجرا بذاره. دستاش ستون کرد کاملا بسته بود. یه دفاع منطقی حساب شده و دقیق و به اجرا گذاشت برای گرفتن سر و گردن که اصلا اونجا بتونه دست رو رد کنه. صاحبی دستا رو به شکل قرار داده که نتونه رد کنه و به این شکل و سمت چپ و راست حالا باز کنه و بالاخره دستا رو فیکس میکنه. حالا رو به جلو حرکت میکنه تا اینکه نتونه دستا رو خوب فیکس کنه و نتونه خوب خودشو من میکشه رو سینه‌اش. ناموفقه همچون کوه دماوند استاد چسبیده و به خاطر مکس و تلال بیش از حد